اگر من برنامه نذارم واسه زندگیمو تو دستم نگیرم یا ذهنمو کنترل نکنم، این ذهن زندگیمو کنترل میکنه. پس من باید خودم کنترل زندگی خودم رو تو دستم بگیرم. این واقعا یه تجربه‌ای بود، عینی لمسش کردم. دوباره روز بعدش بیدار میشی میبینی که من دوباره حس و حالم مثل همون دیروزه، دوباره میخوام همون کارهای دیروز رو انجام بدم. اینجاست که باید به خودت یه تلنگر بزنی، بگی آها من دقیقاً همینجاست که باید پاشم و حتی شده بلندشم پرده رو بزنم کنار، یه نور بیاد توی اتاق، بلندشم تخت رو مرتب کنم. من دیروز که بیدار شدم از خواب اصلا حوصله هیچ کاری رو نداشتم و یعنی بدنم اونقدر خسته بود که نمیکشید. گفتم که اشکالی نداره، به خودم استراحت میدم یه امروزم. ولی امروز که دوباره بیدار شدم، یعنی فرداش، دیدم که من همون حس و حال دیروز رو دارم و داشتم یه خورده شل میگرفتم. گفتم نه نازی، تو همینجاست. مچ خودم گرفتم، گفتم نه، باید اینجا بلند شی. حتی شده بلند شو تختتو مرتب کن، بلند شو پرده رو بزن کنار، یه نور بیاد تو اتاق. و خودم رو مجبور کردم این کار رو بکنم. تختو مرتب کردم، گفتم خب حالا یه پرده رو بزنم کنار، یه نور بیاد. وقتی این دوتا کار رو انجام دادم، ناخودآگاه به مغزم این فرمان رو دادم که این منم که اراده زندگیمو تو دستم میگیرم، این منم که اراده ذهن رو تو دستم میگیرم، ذهنم رو کنترل میکنم. و همین باعث شد یه انرژی اومد سمت من و به خودم گفتم که اوکی، الان برم یه دوش بگیرم. دوشو گرفتم که خب برام یه کافی درست کنم و همین باعث شد دوباره برگشتم به اون روتین قبلی زندگی. نشستم برای خودم نوشتم که اوکی، حالا امروز دیگه این کارامو انجام بدم، به مراجعه آنلاینم وقتاشون رو تنظیم کنم و خیلی کارهای دیگه. اینو من خودم تجربه کردم که اگر شما از شب قبل برای فرداتون برنامه نریزین و برنامه ننویسین، صبح که بیدار میشین با یه بلا تکلیفی خاصی بیدار میشین و اصلا نمیدونی، ذهنت جمع نیست که بدونه حالا باید چی کار کنی. و من همیشه میگم شما اون روزی که میخواین شروع کنین از اون صبح شروع نمیشه، از شب قبلش شروع میشه. بستگی به این داره که شب چطوری بخوابی، برای فردا صبح چه برنامه‌هایی رو ریخته باشی، تنظیم کرده باشی. و در اصل روز ما از شب قبلش شروع میشه، نه از صبح زود که بیدار میشی چشماتو باز میکنی. وقتی تو برنامه داشته باشی، چشماتو باز کنی، بگی که اوکی من امروز باید فلان جا برم، من امروز باید فلان کارو انجام بدم. این ذهن اینطوریه، وقتی که میبینه تو صبح از خواب بیدار شدی و یه برنامه‌ای داری برای خودشو بلند میکنه اتوماتیک وار. اصلا صبح که بیدار میشی نه احساس خستگی میکنی، نه به خودت میگی حالا یه خورده دیگه بخوابم، چون ذهن ما خیلی زرنگه. وقتی که تو برنامه‌ای براش تنظیم نکنی، اون میاد میگه که اوکی حالا یه ساعت دیگه، حالا نیم ساعت دیگه، حالا 5 دقیقه دیگه من بخوابم. از خلاصه کلام این که از شب قبل برنامه‌ریزی بکن. این حرفایی نیست که واقعا شعاری باشه، حرفایی که من خودم دارم لمسشون میکنم و خیلی وقت لمسش کردم و وقتی دارم رو خودم کار میکنم به این آگاهی میرسم، میفهمم که واقعا راه حل همینه. هر چقدر به اون بی‌حوصلگی و تنبلی و بی‌برنامگی بها بدی، بیشتر و بیشتر میشه و تو واقعا غرق توش میشی. ولی اگه نه، یه جایی به خودت بگی که من باید اینو استوب کنم و بلند شو، به زور خودتو بلند کنی، بقیه کارات هم میفته روی غلطک و اصلا زندگیت نظم میگیره. و این یه عادتیه که باید خودت شکلش بدی و هر لحظه هر روزی ممکنه دوباره همونجور داون بشی و دوباره این تویی که باید خودتو بیاری بالا.